دوستان یه چیز رو یاد بگیریم. وقتی شخصیتی عمومی شد، انتقاد، هیچ کسی از انتقاد بالاتر نیست. وقتی ما میگیم صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم معصوم نیستن، دیگه غیر از او هر کسی میشه موضعش پذیرفت، میشه ردش کرد، میشه حرفشو اگه با دلیل باشه بگیم درسته، بدون دلیل باشه ردش کنیم. امام مالک که امام مالک یکی از ائمه اربعه در مسجد پیغمبر وایستاده درس میده، میگه من اینجایی که نشستم در این کرسی من ننشستم مگر اینکه 70 تا از اهل فن، یعنی مثل خودش، منو تزکیه کردن تا من اینجا نشستم، منو تایید کردن تا من اینجا نشستم. به زور بازو، به زور قلدری و به زور حیله‌گری اینجا ننشسته. با این حال چی میفرماید؟ میگه که ما منا احد الا رد علیه الا صاحب هذا القبر. هیچ کسی از ما نیست مگر اینکه انتقاد کرده و انتقاد شده، رد کرده، رد شده، جز صاحب این قبر در میان مسلمان ها. این که از مولوی عبدالحمید انتقاد بکنن، از فلان رهبر سیاسی انتقاد بکنن، یا در میان شیعان از فلان آیت الله انتقاد بکنن، چرا هیچ کسی بالاتر از انتقاد نیست؟ هر وقتی که انسان رهبر مورد علاقه خودشو بالاتر از انتقاد دونست، بدون خود بت پرست، شخصیت پرست، خدا پرست نیست.